و شما لحظی مشکلات داری نام گفت که افسوزی گر پیکود که ملا فاضل دوره یا ملا موسی دوره رکارد کنگ ضبط کنگ آیانی کار اثر ممکن نبید پچی وقتی نبید گن هنی یه دوره مثلا ای لحظی چیز است نیمه سوال همیشه من دراندیهی که شما ادامه ملکایت شما با بلوچی موسیقی دین رویه چه حد جدوجهد کتا و کجا مشکلات دی پدیم بیتگه و هستید آیا یه دولی مشکلات هم هست؟ جیا اولین جنجال مالی جنجالیت ظاهرین که من یا نپریم و یا نپری هرچند که هم جهد بکن بر حال ایشی تا یک محدودیتی هم هستید یک لیمیتی هستید من شوتی خرچه شوتی کیسه من حتی پا بلوچ بلوچستان خاطره پا بلوچی زیمول رشد رودم خاطره من شوتی لاپا هنجته من آهو صحرایی جورینته من تبتان جورینته یعنی 8 ماه تا هنو 4 منی پروژکت 4 پروژه هنری و فرهنگی من تیار کرده آهو صحرایی 2 پروژکت 2 پروژه یکی سی دی انتی یکی دیویدی انتی یعنی وقتی که مردمان لوتند یکی ماشین و گاری دانشته سی دی یه رکن زیمال گوشه کشی اگه یکی گسه دانشته دیویدی یه رکن تو هم شیران گوشه کشید هم بلوچستان زیبناکی آن ندارگا سرباز کورا گو زیبایی کوه درچ و مچان گندید بلوچستان همه زرا سبزی چهبار گندید تبتان کوها دردانگی گندید که بلوچانی مچی مقاومت سمبولند و او همی وره هم اوتی بلوچ آرتیستان گندید چون که پهلوان رسول بخش دنگشاهیند استاد عبدالرحمنند که بینجو استادند و هم چوبنی جند هم بوده لایو یعنی زنده وانگند یکی ای دویم پروژه هم بوده که ای پروژه من تیکی کرده پا بلوچستان و پاوتی نمیرانی ماسا شهناز پا منا ماس و بلوچستان ایشان مانید معنا مفهوم یکی و شیران 2 گلخان نصیر شیرند 3 میوتی اند و 2 فولک میوزیک هست یعنی 2 نازی هست گلخان شیر یکی آهو صحرایی هست همچون که اگه کامرای در پیش بدارید آهو صحرایی گلخان نصیر شیرند و بعد آلبوم هم نامید یک دایلوگی نمیرانین سرمچار گلخان نصیر و آسک میانا آهوگ میانا که چه ورین دردی گلخان نصیر پا کام وطنه ها و همی ورین دیالوگی هم گو آسک و آهوگ هستی و ایشی پشتا هم من نمیرانین ملک الشعرا سرمچار میر گلخان نصیر اکسا هم جتا پرچه که منی آیدولند و منی دل پسندترین همه سرمچارین بلوچستان شهرید مهربانی وجه ما اشکتا که شما مروچن وقت هم شاعری کنید و ما دیسته که شاعری کنید اگر شما را وقتی شعر گونند گوڑا پا بلوچستان ٹی چاروکان چیزی شعر وقتی یا بند چه وقتی شعران مهربانی کنید دقیقال کنید خواهش کنم من حقیقتا منی اولین شعر که من پیر بسته بوده همه قدیمان که همین زمانگان بیای براسان شور بندین می وطن شما هونه لوٹی که این شعر همه منی اولین آلبوم که کراچی ها شنگ بود آیتا هستند من چون تقریبا نزدیک 80 شعرم نوشته هنگه تا کتابی تا نه تگن چاپ نهند ولی خب یک نمونه شعرین که من گوتی دستاش رو نوشته من چیه مهربانی نوی شعر من تقدیم کرده
یعنی پا گلخان نامش رو من تیکی کرده شی یک دایلوگی یک گپوترانی من و سرمشار گلخان نصیر میانا بله بچه جیو گلخان نصیر ناما بگوش رند و یلین گلخان ششالا بگوش رند و یلین گلخان ششالا بده ملکی لگت مالین تو حالا بگوش شها که بابای وطن می شرند بیزنجوی پرگنجی نالا بگوش شها که بابای وطن می شرند بیزنجوی پرگنجی نالا بیا سرکاپله تو شاهرانی شبوران سختگین کمی تو گالا بیا سرکاپله تو شاهرانی شبوران سختگین کمی تو گالا بگوش شونینت منی پر مهدنین دی کیا سخت حمله دشت و جبالا بگوش چونینت منی پر مهدنین دی کیا سخت حمله دشت و جبالا بگوش با استمان پیر و ورنا چه پیم پلی وطن بوتگ زوالا بگوش شاهر پچی گریه مروه چی گو موت کو مودگو گو آه و نالا بگو شاهر پچی گریه مروه چی گو موت کو مودگو گو آه و نالا بدای کسه بیار گو ظلم و زوره بدای کسه بیار گو ظلم و زوره که سوچند می وطن هر ماه و سالا بدای کسه بیار گو ظلم و زوره که سوچند می وطن هر ماه و سالا بده تو سرمچارین بلوچه یلی مینگل مری بکتی حالا بده تو سرمچارین بلوچه یلی مینگل مری بکتی حالا پولت دنگان وطن بیهون کوشا پولت دنگان وطن بیهون کوشا گو اسلام و هزار سوگند و نالا که هر دوز گو مسلمانی ناما پولیت رند دیاری گنج و مالا پولت دنگا وطن بیهون کوشا گو اسلام و هزار سوگند و نالا که هر دوز گو مسلمانی ناما پولیت رند دیاری گنج و مالا شب و روچ لوتگند اجنبی دوز می گاز و مرمر و مال و منالا